سلامتی وجود نازنین آقا حجت ابن الحسن تعجیل در ظهورش. بازم صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصير. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، حافظ السماوات والأراضين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شهادت آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای آن حضرت را که در چنین روزی رخ داد و قلب جهان اسلام را جریحه دار فرمود، به ساحت قدسی آقا حجت ابن الحسن روحی و روح العالمین لتراب مقدمه الفدا و به همه عاشقان آن حضرت و به شما عزاداران عزیز و گرامی، آقایان، خانمها، جوانان و نوجوانان تسلیت و تعزیت عرض می‌دارم. امیدوارم که از فضای معنوی و روحانی که آقا ابی عبدالله الحسین برای ما ایجاد کرد و ما هم به سهم خودمون تلاش کردیم این فضا را به وجود بیاوریم، از این فضا و از این معنویت و از این روحانیت استفاده کامل و درست را برده باشیم. بازم بر محمد و آل محمد صلوات. خب امشب هم شام غریبان هست، زیاد مصدق نمیشم. روز هم تعزیه داری کردید، مجلس داری کردید و بسیاری از دوستان در تهیه و تدارک غذا زحمت کشیدن و حتما خسته هستند، ولی از باب این که ذکر توسل باشد، یک دو سه تا موضوع را، دو سه تا جمله را عرض میکنم و مزاحمت را کم کرد. اولین موضوع را که خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد یک حکم شرعی است. باز هم برای اینکه بهتر جا بیفتد و برای همیشه در ذهنهایتون ماندگار شود، این سوال را شما خواهم کرد که سلام واجب، اونی که واجب هست و باید گفته شود، دیدید خود در آخر نماز سه تا سلام میگیم. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سه تا سلام شد، درسته؟ از میان سوال من این است، خوب گوش کنید، از میان این سه تا سلام در آخر نماز کدامش جزء واجب نماز؟
یعنی اگر اون جز واجب رو عمدن ترک کنیم نماز باطله، ولی اگر سهوا ترک کردیم نماز باطل نمیشه، چون گفتیم که این جز غیری ارکانه، رکن حساب نمیشه. واجب نماز هست ولی رکن نماز نیست که اگر سهوا ترک شد باطل نمیشه. که هر زمان مثلا فرض صورت نماز به هم نخورده با یک فاصله اندک اگر بازم یادت اومد و انجام دادی نماز درست. حالا از میان این سه تا سلامی که در آخر نماز هست کدام سلام واجب هست و باید انجام بشه؟ خب دیگه نظر کی داره؟ خب بچهای جوان شما نظر ندارید؟ دقیقاً. اگرچه باید بازم در هر صورت دوستا اگر اهل مطالعه و اهل توضیح مسائل باشد باید به توضیح مسائل مرجع تقلیدش مراجعه کند، ولی بیشتر من مشهور از جمله من فتوای آیت الله سیستانی در این قسمت دیدم، چون دیدم اینا براتون میگم. آیت الله سیستانی همین فرمایش رو که دوستان کردن السلام علیک السلام علیکم تو همین حتی و رحمت الله و برکاتش هم جز واجب نیست. نگاه کنید تا هنوز ما شما گفتیم که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تا آخر جز واجب میدونیم، ولی در این که همه فقها میگه السلام علیکم و همین مقدار واجب هست در شک نیست. ولی حالا ممکنه برخی از مراجع تقلید بگه که مثلا سلام دوم واجبه و برخی به اصطلاح بگه که نه سلام آخر واجب است، سلام دوم احتیاط واجب یا احتیاط مستحب بهش بگه که بگه احتیاط این است که به اصطلاح سلام دوم هم گفته بشه، ولی سلام اول رو مسلمون فیه یعنی همه میگه بلا استثناء میگه که جز واجبات نماز نیست. سلام اول کی بود آقای زایدی؟ نه سلام اول سلام اول کی هست؟ این سلام السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته درش مسلم همه فقها گفتن که جز واجب نماز نیست، مستحب مؤکد. اینم یک زمان یادتون باشه مستحب که بسیار تاکید شده که گفته بشه، ولی اگر نگفتید نماز باطل نمیشه. سلام دوم چی سلامی است؟ السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اینم طبق فتوای مشهور واجب نیست، ولی بازم تأکید مؤکد در استحباب و در گفتنش هست. این برای این میگم که الان حکمتش فلسفهش رو میگم براتون که چرا روی این موضوعات تکیه میکنم. چرا میگم که مثلا این واجب هست یه مستحب است؟ دلیل میفهم اینو بگم که اگر زمانتون برای خواندن نماز خیلی تنگ بود نباید اون مستحبات رو انجام بدیم، چون اگر مستحبات ما انجام بدهیم باعث این میشه که بخشی از نماز در وقت قضای نماز انجام میشه، لذا باید به همون واجبات نماز با اکتفا کنیم، بیش از واجبات نماز نباید خب پس شد واجب سلام واجب نماز چی شد؟ السلام علیکم همین و رحمت الله و برکاتهش هم جز واجب نیست، مستحب است ولی جز واجب نماز نیست. که اگر یک زمان وقت نماز تنگ بود یا اینکه به اصطلاح در یک جای پر مخاطره قرار گرفتید، اگر اونجا زیاد بمانید مورد هجوم به اصطلاح دشمن قرار میگیرید یا مورد هجوم حیوانات وحشی قرار میگیرید و یک وضعیت شرایط خاصی پیش اومد.
اول صبح بلند شده میبینید که داره آفتاب طلوع میکنه. اگر به اصطلاح سره به اصطلاح یک بوزی یا تیام حتی اگر به اصطلاح چی باشد وقتتون بسیار تنگ باشد نباید بره بوزی بگیرید. اگر چیزی در دم دستتون هست باید سره یک تیمم کنید و بعد بلافاصله به همین میزان به مقدار واجب نماز یک همون واجبات نماز را انجام دیگه اذان و اقامت ندارد. فقط نیت تکبیرات الاحرام هم سورم نمیخواد، سورم نمیخواد، قنودم نمیخواد، رکوع به یک سجده به یک ذکر اکتفا کنید. همین که گفت سبحان الله کفایت. وقتی در سجده میرید در سجده اول دو تا سجده رکن درسته باید انجام بشه. در اینجا ذکرش فقط در سبحان الله تمام. همین که بدنت آرام گرفت و گفت سبحان الله کفایت. چون اینها برخی از طلبه ها آخوندان نمیگه، فقط میاد واجبات رو میگه و بعدم خدمت روی مستحبات خیلی تاکید کنه. بعدم خدمت درشون در مواقع ضرورت دوستا گیر میکنه که اینجا ما چیکار کنیم. بعدم بدون اطلاع بدون آگاهی از اول سلام وقت نمازم تنگ یا یک مشکلی پیش اومده شروع اذان اقامت حداقل شاید یک دقیقه وقتتون بدید تا وقتی یک تو اذان اقامت میگی تو اصلا نماز بخونید. در وقتی تنگ وقتی بخواهی شما نماز بخونید اگر به صرفاً و واجبات نماز اکتفا کنید تو یک دقیقه یک نیم دقیقه به اصلا نماز صبح میخونید تمام میشه. به این نکته های ظریفی که در فتاوای مراجع اعلام تقلید وجود دارد بسیار مشکل کشا هست، بسیار مشکل کشا. یعنی یک مطلب دوم یک مسئله ساندویچی خدمت شما به دردتون بخوره. اگر کسی حالش رو داشت ما رم دعا کنه در اون زمان جز مؤمنین انشاءالله که جز مؤمنین باشم ما رم دعا کنه در حق. یک نماز ساندویچی میخوام شما یاد کنم. اگر گفت نخواهید چی بگم؟ نماز شب از ساعت 12 به بعد تا اون آخرین لحظه که داره به اصطلاح اذان صبح گفته میشه اون لحظه تو هر ساعت تو هر لحظهش میتونی نماز شب رو بخونی. حتی اینم براتون بگم به خاطر این میگم که یک زمان خیلی بعد از ساعت 12 به اصطلاح چی نکنید، یعنی خودتون رو مقید نکنید. اگر وقت نداشتید، اگر خدمت در خوابتون آمد، اگر یک مشکل پیش آمد، الان میبینید مثلا وقت ندارم اگر بخوامم تا صبح خوابیدم همین الان راحت کردم درسته. اگر بیشتر تا ساعت 12 و بعدم به اصطلاح بخوابید تا نماز صبح شاید بیدارم. ولی انا الان میتونم نماز شب چند رکعته؟ نماز شب 11 رکعت. اگر این 11 رکعت رو بخوام به شما بگم 11 رکعت رو میخوام نمیخوام، ولی میخوام ساندویچی بگم که حال با اون میزان ثوابش رو میبره. ثوابش کم نیست. به 2 رکعت نماز شب اکتفا کنید. به 2 رکعت اصلا اون 8 رکعت اول نمیخواد. اون 8 رکعت نماز 8 رکعت 2 رکعتی خوانده میشه مثل نماز صبح خوانده میشه. اون 8 رکعت اول نخواد. اگر خواندی ثواب داره، نمیگم که نخوانید، ولی اگر حالش نداشت، اگر خدمت درس رو وقتش نداشت، اگر خدمت درس رو که میخواید آهسته عادت کنید به نماز خواندن، آهسته آرام به نماز شب به نماز واجب کم عادت کنید، میخواید راهش رو نشان بدم. اولا که گفتم که حتی میتونیم قبل از نصف شب همین الان وقت ندارید، همین الان آقای امام سجاد خود امام صادق امام حسین علیه السلام روی شطور داشت نماز شبش خود همین زینب کبرا سلام الله علیها در همین شب‌های حساس که داره با بچه‌های آقا ابی عبدالله حسین اسیر میشه نماز شبش که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در زندگیش هست، میگه حضرت زینب سلام الله علیها نماز شبش ترک نشد.
و اگر اینا بخواد خدمت، اولا که اینا حتما تمام جزئیاتش رو میخونه، ولی راهش همینه. نماز شب رو به دو صورت میتونیم بخونیم. یک همون طول تفسیرش را که 8 رکعت به صورت دو رکعتی 4 تا دو رکعتی بخونیم، میشه 8 رکعت به نیت نماز شب، حمد و صورت تمام. و بعد 2 رکعت نماز شب بخونیم به نیت نماز شب، حمد و صورت تمام. یک رکعت آخر میماند به نام رکعت وتر یا بتر که رکعت 11 میشه. درسته؟ 8 رکعت اونجا داشتیم، 2 رکعت نماز شب، 10 رکعت، یک رکعتش به نام نماز وتر یا بتر میشه چند رکعت؟ 11 رکعت. این نماز این یک رکعتی نماز یک رکعتی تا دیدید شما؟ نماز یک رکعتی دیده بودید تا هنوز؟ این نماز تنها نماز است که یک رکعتی. این تنها نماز است که یک رکعتی. حمد و سورهش هم نمیخواد. خواهیم ساندویچی کنیم. حمدش رو بخوان، سورهش هم نخواد. بعد میگه که در خوبش در حالت مفصلش وقتی قنوت میری اونجا دعاهای مفصل داره، خیلی طولانی دعاها داره. بعد میگه 40 مؤمن رو در اونجا دعا، 40 مؤمن رو دعا شروع کن از پدر مادر. وقت داری اگر وقت داشتی اولین کسی رو در حقش دعا میکنی پدر و مادر. از پدر و مادر نزدیک نداری، درسته؟ از اول از خودت شروع. اول خودت رو شروع کن دعا کن در حق خودت، بعد پدر و مادرت رو دعا کن، بعد اگر زن داری زنت رو دعا کن، بعد بچه‌هایت رو دعا کن. همین شروع کن، عمو، پسر عمو، خدمت دایی، خاله، همین. چون الاقرب فالاقرب. تا که به اسلام ما نزدیک داشته باشیم دور رو نمیتونیم دعا کنیم. اگر دعا بس همه درست، ولی حقش این است که اول نزدیک رو دعا کن، بعد دعا. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام. اول از خودش شد، پدر و مادر، بعد بیتر خواهر، دایی، برادر، عمو، زن، عمو، دایی، هر چی داری، هر چی فامیل داری. بعد از همسایه‌های نزدیک شد، از کسایی که بر سرت حق داره. استادی داره، کسی سرت حق داره، ذوی الحقوق میشه، درسته؟ کسی بر سرت حق داره، کسی در یک مسافرت بهت کمک کرد، جز مؤمنین حساب میشه، در حقش دعا. اما اگر وقت نداشتی چیکار کنی؟ ساندویچی میخوام. اگر وقت نداشتی اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات تمام. اصلا خلاصش کردم دیگه. اون 8 رکعت نماز وقت نداشتیم، اون 8 رکعت نمازش هم نخون. 8 رکعت دو رکعتی میشه، 4 تا دو رکعتی میشه 8 رکعت، اونش هم نخون. فقط اون نماز اگر وقت نداشتی نماز شب دو رکعتیش هم نخون، فقط اون یک رکعتش رو بخون. اون یک رکعتش، اونم اگر خیلی وقت نداشتی سورهش هم نمیخواد بخون، فقط حمد بخون. بلند شروع کن در 1 دقیقه تمام. در 1 دقیقه تمام میشه. اون نمازی که 20 دقیقه 25 دقیقه وقت می‌برد کردم برات 1 دقیقه. نگه که شرافت عجیب میگه برید توضیح مسائل به اسلام مفاتیح الجنان بخونید، هست، ولی برای ما شما گفتن نمیشه. چون ما و شما باید عادت کنیم کم وقت لذتش رو دیدیم اون 12 رکعت یا 11 رکعت رو کامل میخوانیم، بعد 25 دقیقه نیم ساعت از عبادت. اما اگر اول فشار آوردیم، اول گفتم 100% باید 11 رکعت نماز شب بخونیم، 11 رکعت نماز شب بخونیم که هیچ نمازی صبح نمیشه. این است که به اسلام آسان بگیم. اصلا دین اسلام دین آسان گیری است، دین سخت گیری نیست. اولا میگه که لا اکراه فی الدین، خود قرآن میگه لا اکراه فی الدین. من در دین اجبار وجود ندارم. وقتی به اسلام میخوای مسلمان شی، میخوای مسلمان شی، کسی شما رو اجبار نکرده که بیاد مسلمان شی، درسته؟ مسلمان شما در اسلام اگر اجبار باشه اصلا اسلام قبول نیست. اصلا میگه عقاید و باورهایتون از طریق استقلال، از طریق شناخت، از طریق به اسلام علم و دانش و از طریق قرآن به دست بیارید، از طریق تقلید قبول نیست. همین که پدر و مادرت بود قبول نیست.
دین اسلام دین سهل و آسان و مدارا هست با هم دیگر، همونطوری که نسبت به هم دیگر توصیه میکند که با هم دیگر مدارا کنید و مدارا کنید و مدارا کنید، هوای هم دیگر را داشته باشید، مؤمن را مثل خودت بدانید. در واجبات هم همین. نگاه کنید در مسئله خمس زکات، در مسئله واجبات دیگر، در مسئله صدقات نگاه کنید. تا زمانی که به اسلام نزدیکات مستحق است نمیتونی به کسی دیگر. تا زمانی که اقربات نزدیکات کسانی که به اسلام بر سر به یک شکل حق داره، تو نمیتونی به اسلام چیزا رو منتقل کنی به یک کسی دیگر. فیتره روزه، همین فیتره که هر سال شما پرداخت کنید، اگر میبینید همسایتون گرسنه، اگر میبینید برادرتون یا به اصطلاح خواهرتون یا هر کسی دیگر از نزدیکاتون به اصطلاح مشکل داره و این مستحق است، شما نمیتونید به کسی دیگر، باید به همون کسی بدید که نزدیک. چقدر قشنگ میشه وقتی که به اصطلاح آدم به اصطلاح هم نگاه کنید، تمام دادنها و تمام پرداختنهای ما علاوه بر این که واجب خودمان رو انجام میدیم، داریم از نظر اخلاقی و از نظر روحی روانی نسبت به اون طرف هم خودمون رو اشباع میکنیم، هم طرف رو داریم اشباع میکنیم. یعنی علاوه بر این که پرداخت واجب داریم، اون محبته، اون دوستیه و اون علقه که بین من و بین من و خواهر، بین من و برادر، بین من و دوست، بین من و هر کسی دیگر، علقه داره شدیدتر و شدیدتر در راستای این. نگاه کنید، یک آیه بخوانیم امشب تمام. یک آیه بخوانیم تمام. آیه قرآن درباره پیامبر چی میگه؟ آیه قرآن درباره پیامبر چی میگه؟ میگه که این کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر شدید القلب، اگر یک آدم به اسلام با قیافه غضب آلود، با مثل کسی بودی که همیشه با زور، با به اصطلاح با چماق باش دیگران برخورد میکردی، اگر با این طور به اصطلاح اخلاق می داشتی، هیچ کس در دور جمع نمی‌شد. لو كنت غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر غلیظ القلب، غلیظ یعنی شدید، یعنی کسی که به اصطلاح آدم اخمویه، در اینجا منظورش همینه، یعنی کسی که به اصطلاح مدارا با دیگران نداره، کسی که به اصطلاح رعایت حال دیگران نمیکنه، کسی که خدمت خودش را محور قرار بده. این که به اسلام من توانایی دارم. نگاه کنید پیامبر خودش، پیامبر بر سر خود پیامبر این نماز شب که الان خدمت شما عرض کردم، این نماز شب بر پیامبر واجب بود، بر پیامبر واجب بود. این هر شب باید نماز، مثل نماز یومیش باید میخوند، اما همین پیامبر وقت در نماز شب در وقت نسبت به ما شد گفت که 11 رکعت و 11 رکعت خواندن نتونستی به هر میزان که تنسی از این 11 رکعت به هر میزان که تنسی حالا اصلاح این مقدار هم نتونستی رکعت آخر تمام. این از پیامبر، این از دین ما، دینی که به اصطلاح بر اساس مدارا، بر اساس آسان به آسان. شما آسان گرفتید، آرام مثل اون بنده خدایی که به اصطلاح تازه مسلمان، یک روز اینجا هم عرض کردم، مثل اون بنده خدایی که تازه مسلمان از دین دیگه اومد، تازه مسلمان شده بود، این همسایه‌اش هر روز بریم مسجد نماز، هر روز بریم مسجد، نه وقت خواب داشت، نه وقت غذا داشت، نه وقت چی داشت، نه وقت چی داشت. آقا من تیغ از همه اینجوری اگر آمدیم با من بچه‌ها پسر با جوان، خانواده آید، پدر و مادر است، اگر با بچه ها اینجوری مدارا کردید آرام اینا کم خودش به مرور زمان که وقتی فهمید، وقتی به اصطلاح دست چپ و راست فهمید، وقتی به اصطلاح دنیا رو دید، آرام به همه چیز واقف میشه، به همه چیز واقف میشه، خودشون به اصطلاح درک میکنه، خودشون میفهمن، خودشون دوستشون رو، پدر و مادرشون رو، احترام به پدر و مادر،
و انتخاب دوست همشون رو خودشون به مرور زمان دادن، ولی فقط تنها چیزی که در این وسط میماند اون روحیه مشاوره شما نسبت به بچه‌هایتون، نسبت به بچه‌هایتون یک آدم دلسوز، یک آدم مهربان، یک آدم هدایتگر باشید. انشاءالله که مطالبی که تو ذهنم و بنا داشت که شب خدمت شما ارائه کنم توانسته باشم به صورت صحیحش بدون اینکه خدای نخواسته از شریعتم مرزده باشم، به خاطر اینکه الان بخوام کردنش نکه چی کنم، نه شریعتم نمیخوام. اینا بدعدم نیست یک زمان برید جایی بگید که به اصطلاح آقای فلانی سر منبرش گفت چی، اینا هست، خود همین مفاهیم جنانتون هست، تو همین توضیح مسائلتون هست، تو همه چیز هست، ولی بقیه نمیگن. شاید یک سر مصلحت های وجود داره نمیگن، ولی من گفتم انشاءالله که معجور بشید، خصوصا جوانای عزیز، نوجوانای عزیز از این جوانیشون خیر ببیند. این رو گفتم آقا جان، این رو گفتم قدر جوانیتون بدونید، قدر این برومندیتون رو بدونید، این قدرتی که الان دارید قدر این رو بدونید. کم 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 از نمازش به خدا قسم برکت میکنه. اگر برکت ندید من بیاید، من هر زمان خواستید زنگ بزنید به من بگید که فلانی من به هر باور کردم رفتم انجام دادم، نه تنها به اصلاح فایده نکردم متضرر شدم، بیاید ضررتون رو من کم کم آرام نمازتون را از اول با زیاد طول و تفصیل شروع نکنید. وقتی خود لذت نماز خواندن را با خداوند درک کنید، چشیدید، بعد خودتون با اشتیاق با اراده خودتون هر چه خواستید انجام برید انجام. نماز صبح تو 2 رکعت نماز اگر چی سنگینی دارید نگاه کنید. یک داستان کوچولو میگم چون عبرت آموز دیگه خلاص دعاتون میکنه. یک کسی از امام صادق و دیازده از خوب گوش کنید، این خیلی برایمون به درد میخوره. یک چیزی، یک پند خیلی به اصطلاح میتونه گرفتشا باشه تو زندگی. ازش سوال کرد که حالا اگر من نماز نخوندم چی میشه؟ اگر خمس زکات ندادم چی میشه؟ اگر مثلا بقیه واجبات رو انجام ندادم چی میشه؟ آقا رو کرد بهش گفت که اگر انجام دادی چی میشه؟ اگر دنیا رفتید و چیزی نبود در اون دنیا، قیامتی وجود نداشت، خوب گوش کن، اگر قیامتی وجود نداشت، حساب کتابی هم وجود نداشت، اگر هیچی نبود، جهنمی نبود، بهشتی نبود، خدایی نبود، هیچی نبود، حساب کتابی هم نبود، من که خواندم من ضرر کردم. اما اگر رفتید اونجا بود چی؟ اگر رفتید اونجا خدمت پول سراتی وجود داشت چی؟ اگر رفتید اونجا حساب کتابی وجود داشت چی؟ اگر رفتید اونجا جهنم و بهشت وجود داشت، حور العین وجود داشت چی؟ بازم میگه که به اصطلاح اونجا میگه که جهنمی ها اونجا ندا میده که کاش به ما یک فرصت دیگه میدادی، کاش به من یک فرصت دیگه میدادی، من میرفتم جبران میکردم. نه برایت یک عمر فرصت داد، برای 60-70 سال فرصت دادن، 60-70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال فرصت دادن. چرا تو همون 100 سال انجام ندادی؟ تو همون 100 سال چرا انجام ندادی؟ الان همین نگاه کنید. اگر از نظر عقلی میگم خدمت شما، از نظر عقلی میگم، اگر احتمال پشت همین باشگاه، پشت همین باشگاه احتمال بدیم، یقین نمیخوام، احتمال پشت همین باشگاه یک کسی با به اصطلاح تفنگی خیلی مسلح همونجا وایساده که هر کس به اصطلاح کناره باشگاه بره اونور بهش شلیک. آیا خودتون احتیاط نمیکنید که پشت باشگاه بیاید؟ احتیاط میکنید درسته؟ اما اگر به اصطلاح احتمال ندید
خیلی با خیال راحت واسه میری تمام کامل باشگاه دور میزنید. اگر مثلا فرض مثال یک مثال دیگر بزنم، به فرض مثال احتمال داره داخل همین باشگاه یک کسی یک مین چیزی را به اصطلاح کارگزاری کرده باشه. اگر احتمال بدید آیا با احتیاط پا در همین باشگاه میذارید نه همینجوری به اصطلاح چشمتون رو بسته میرید داخل میشید؟ نه درسته؟ الان قیامت هم از به اصطلاح بهشت جهنم همین. اگر همین همین احتمال میدید، همین که احتمال میدید که دنیای قیامت وجود داشته باشه، حساب کتاب وجود داشته باشه، همین به نگاه عقلتون یک پاسخ، به نگاه عقلتون پاسخ پس فرداشون خیلی هم بر خودتون سخت نگیرید، خانواده ها بر فرزندانشون بر بچه هاشون سخت نگیرید، یواش یواش بچه ها رو تشویق کنید. وقتی یک کاری انجام میده نگاه به تشویق اصلا معجزه میکنه، تشویق اصلا معجزه میکنه. بچه ها رو وقتی یک دو رکعت نماز میخوانه یک کاری خیلی دیگه انجام میده، یک چیزی تشویق حداقل اگر که هیچ کار نمیکنه یک احسن بارک الله تشویق مادی اگر که چی ها، ولی همین تشویق معنوی همین که بارک الله گفته من که احسن گفته شاهکار میکنه برای بچه‌ها. چون ما و شما از اول این کار نکردیم، الان بچه‌ها ما خدمت در عقده بار آمده، حسود بار آمده، کینه‌ای بار آمده، هر چی بخواید بار. الان بگه نماز میخوان میگه تو خوانده چی شده؟ همین جوابش توی شرافت اصلاح حالا دوران نوجوانی حساب نمیکنن، از اون دورانی که به اصلاح بر من واجب شد الان 51 سال عمر دارم، میگه توی شرافت که به اصلاح 40 سال خواندی چی شد؟ آیا خدمت در چیز آیه شد؟ جوابش حقم داره. چرا اون نمازایی که الان ما شما اکثر ما شما میخوانیم خدمت درس نماز میخوانیم، ما نماز میخوانیم، فکرمون خدمت درس پشت برنایی من طلبه میگم پشت بیاسر فعلا نمیدارم بالا پایین میشه، ما دارم خدمت درس دو رکعت نماز میخوانم، من فکرم خدمت درس کجا هست به اصطلاح این است فلان نوشتم فلان کار من فلان خدمت درس مشکل دیگه حل نشد. این اگر نماز درست خواندیم میشه معراج مومن، همه چیزم درست میشه. بچه‌هاتون اینجوری باد آرام آهسته ان شاء الله که معجور بشید، هممون جزء مسلم قرار بگیریم. کاش وقتی بود من به اصلاح برکات نماز کسایی که در قرآن آمده اینا رو بلکه میگفتیم برای همدیگه بازگو، برای خود ما برای خودمون بازگو میکردیم، میدیدیم که به اصلاح قرآن چه معجزه‌ای سلامتی خودتون، سلامتی بچه‌هایتون، سلامتی این گونچه‌هایتون، این جگرگوشه‌هایتون، دلتون بسوزه به اینها، سلامتی همتون بر محمد و آل محمد سلام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا الفضل العباس، السلام علیکم یا اهل بیت النبوة و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و خزان العلم و منتهى الحلم. السلام علیک یا زینب کبرا یا عقیله بنی هاشم. از بعد از ظهر دو کس در میان کاروان سخت سنگین داشت. یکی زینب کبرا سلام الله علیها بود، یکی هم امام سجاد علیه السلام. این دو کس در میان این زن و بچه‌ای که باقی مانده بود بسیار بچه سخت داشت. خدا میداند. شما نگاه کنید، خوب تصور کنید اگر خدای نخواسته یک مادری یک بچه شیرخوارش را
از دست میده، یا فرض مثال ما و شما خدای نخواسته فرزندمون را از دست میدیم، یا برادرمون را از دست میدیم، یا یکی از اقربایمون را از دست میدیم، چقدر ما برای بر قلب نازنین زینب کبرا در این روز بالای 72 تا کشته روی دست زینب. بچه های خود آقا خانم زینب در همین روز به شهادت، برادرش در جلوی چشمش قطعه شد. نگاه کنید یک تعبیر عمر بن سعد درباره این روز دارد. وقتی آقا ابی عبدالله الحسین در گودال قتلگاه افتاده بود، عمر سعد به اصحابش چی میگه؟ از میان کیا آمادن کار حسین رو تمام میان شما کیا آمادن کار حسین رو تمام؟ 10 نفر اسب‌های تازه نعل کرده آوردن جلوی چشم زینب کبرا سلام الله علیها بر جنازه آقا ابی عبدالله حسین تاخت. وقت زینب کبرا سلام الله علیها رفت داخل گودال، برادرش دیدن نشد. وقت امام سجاد علیه السلام از روی شوتران خودش را اشراخت که جنازه های آقا ابی عبدالله حسین، جنازه های برادرش در بغل بگیرد، هیچ کدامش قابل شناسایی نبود. وقتی که در روز عاشورا در عصر عاشورا زینب کبرا سلام الله علیها دید که بچه‌های حسین هر کدام در این بیابان در روی خارهای مغیلان همینجور در زیر خارها دارد حرکت میکنند، نه آبی وجود دارد نه حامی وجود دارد، همینجور دنبال بچه‌های حسین از زیر این بوته در زیر اون میکشید. از طرف دیگر میدید برادرش، از طرف دیگر میدید که برادر زادش امام سجاد در میان خیمه سوخته بر پشت و پهلو میشه. امان از دل این چه دل بوده این زینب، چه شجاع بوده. احمد دست ولایت آقا ابی عبدالله حسین روی قلب زینب مالی نشده بود که تونست این همه مصیبت رو تحمل کنه. از من دست ولایت بر سینه حسین، بر سینه زینب آمده بود تا تونست این غم و این همه مصیبت رو در یک روز تحمل کنه. بچه‌هاش رو جلوی چشمش ذبح کرد. وقتی بالای گودال آمد دید شمر با شمشیر روی سینه برادرش. لا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انشاءالله که این قلیل تهدیه داره و این مصیبت داری را از ما و شما به کرمش قبول کند. بازم بر محمد و آل محمد صلوات.